دوران 18 سپتامبر 2024 قرار دارم در شهری ترسانزاده انگور باغی برادرمون عبدالرحمن جومی انا هم کس اومده اشتن انا عبدالرحمن جومی از یک سلام علیکم درباره انامین انگور شاهانه از اون کس اینترویو میگیریم. ببینید عبدالرحمن اکا سلام علیکم. نظم شما درست شما از دوشنبه اومدیم یک باغ شما نوار کنیم. مالاش شما درباره انگوری شاهانه گپ زنید اول بید اکا. شما دیدید من نظم بدونید من نه اکا با شما زرده با شما اکا پیری کرده با پیری کار گوید که انگور شاهانه شما چند ساله است این کندش؟ چند ساله این؟ 6 ساله بخیرم 5 ساله پر شدن 5 ساله پر شدگی این تروباش 200 بار شده است. شما چی میتیدین با که این قدر تیز کلام میشد؟ تیز کلام نمیشه جایش همین چقدر وای باشد کلان جوی من 6 با 6 کار دیگه میفهمید همین نرداش رفته میگیرد بعد کلان شده میگیرد وایش. من این نوداش بسیار این نودا کلان بسیار تر میمونه نه در انا ببینید این چند متر اومدگی است کنی ببینیم یک 6 متر اومدگی می تو اینجا بود امسال تو امسال انا مینا گوشش میبرید میبریم مینا 6 نه 5 متر دورتر ده 6 5 متر هست این حاصل دویمش فهمیدم. شما همینا امسال که برید چند قدر میمونید انا همینا من همینجا تاکس 90 هست اینا میبریم میپرتیم اینا میمونه چقدر که وای با نزدیک میبریم کنده با نزدیک میبرید. یک سوال دیگه شما چند بوغ مونده میبرید همینا شما کالتا میبرید شاخ بوز برین یا که 8 6 میمونید؟ چه شما دفعه 90 اما گرید من انا همین غاص همین میخالش وایشم به هم بقوت بقوت باشه کمتر درازتر میمونه. یعنی که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 تا 15 10 12 بوغ مونده میبرید فهمیدید کدومی که وقت به بقوت همش بقوت کمتر درازتر اگر قوت کم باشد انا میگه 90 هست کلتا میمونه. درختی که کم قوت در کلتا میمونید و قوت به دراز میمونید. من یک سکرت وای هست سکرتش هست اگر انگور دید سینه شما من درجه سند با آمدگی انا یک شما دو سوال میتونم اولش با یک سال به چند روز هست 365 روز انا همین خیلی درجه سند بر رسیدن به یک سال به باید 400 روز درون این کار کردن در کار یک سال به 400 روز کار کردن در کار 400 روز اینا فهمیدید نه؟ فهمیدم برای که این خیلی میوه گیریم در یک سال 400 روز کار کردن در کار این سکرتش همین سکرتش همینه و آدم‌ها دبل دیوان خوان دوشنبه ده خیلیشون که همین انگور خودش برآمدن میگیرد نمیشود و درجه صنعت و آوردن و یک سال ده باید 400 روز درونی انگور ده کار کردن. اکم پادپیسچیکای محترم شما فهمید این معنای گپ اکمکی شب روز کار کردن در کار روز نه شب و روز از صبح شب شام برای که شما ساعتی 4 سحر میخواد بعد نماز همه کار رو میره همه کار سحر بیاید همجا یک پیش کوپری ده میستید که تا میبینید اوج حیال میگرید که یگان شده یگان چیز شده است همه کار به میره بعد ساعتی 4 الکه همه کار به یا حاضرش به همین 5 بعد نماز 6 تا همه دلت ماه ایول به ساعت چند میخزن ماه ایول ده همین 4 5 ده هیچ کس نمیمونه قشلاق همه دلت کار داره. انا رحمت انا که درباره بیت انگوری وای گپ زنیم شما چه خیل میکنید که این قدر شاهانه شما انگوری زور میشود شما چیکار میکنید؟ حاصل دیده حاصل کم میمونید بله و هر سال من مثلا چه شما تا گفتم آدما میگن که یک نهال داره 200 کیلو حاصل میگیرم اینقدر حاصل میگیرم میگه های 200 کیلو حاصل گیرد همین 200 میفروشد ها چی در کار همین 100 کیلو مونه 10 سوم فروشد همیش خوب نمیشه. رحمت درست اینو بینید اخی اینو بینید همین حاضر چند پوله انگور حاضر نمیدونم 15 سوم 10 سوم 15 سوم همین بعد 15 سوم شما با این در بازار اگر از 30 40 سوم کم نمیفروشد 25 سوم کم نمیفروشد اینا چند دست میگذارد چند دست میگذارد گپ شما درست ها اینا اكو چند مرتبه دورو میزنید شاهونه میدونم که انگور نازک است شاهونه با اساسا میدونید نه هیچ کس یک سال ده همین قدر دور زدن در کار گفته نمیتونه
خای برای چی که همین باد و هوا آمدن و نگاه کرده دور زدن در کرده بهار ده چخیل تیر بارش باشد کمتر دور بسیار میاد. لیکن این کسل نقض میبیند شاهانه شاهانه کسل اویدوم نقض میبیند. اویدوم نقض میبیند. بسیار نقض میبیند. جیل زدن بسیار نقض میبیند. اینا همین سال اویدوم بسیار آمدگی بود همش ما یک تا وجود تازه کردیم دست قطعی. دست که هر یک خوشه تازه کردید. یک همین اویدوم یک معلوم میشد که سیاه میشود. همش برای همین قدر باشه اگر تازه نکردگی انگشت بسیار پوسیدن. چند مرتبه دور زدید همین سال همین؟ چند مرتبه دور زدید؟ قریب 5-6 بار اویدوم به دور زدیم. اویدوم به دور زدید. 6 بار. و انتراکنوز با یا 2-3 بار زدیم. انتراکنوز با بهار داد یا 2 بار همین خیر. خلاصه 10 بار دور زدید؟ 10 بار میزنیم. 10 بار میزنید. اوجی آگوست بعدی 10 آگوست دورو بس میکنیم. برای اینکه خوردن در کار دورو باید که وایش گذاردن چی میگن؟ اینجا حاضر ما حلدیلی به میگیریم. و شاید قریب 15 روز شده دور زدیم به. اولین 28 یا 29 در یادم نیست ایده. 29 بود می دفترم داشته. دیگه دورو نمیزنید. آخرش تمام دیگه بس کردیم. همین دورو مهلتش یک 20 روز با میگذرد همین زهر نوکش. اوجا حاضر تمام اوجی دیگر کسری همش خاص حلقی شد. نه خوردن چند روز پس بعدی دورو زدن؟ هر داشت اینستروکسیون دارد. همش 15-20 روز. 15-20 روز. بله. انا کو دیگه نمیزنید. تمام دیگه دور. بعدی که انگور که چینده تازه کرده یک ماه پس باز میزنید. زمستان با نه مدت همین عادت نکرده همین سال با لیکن همین وای دوریم. بعدی برگو میپرتوید کو بعد دور میزنیم ایسا تیار کرده مونده ایسا میزنید یک بار برای چی که این سال اویدوم بسیار اومد اصلا همین همه نوزاده وجود خواه برونگری بسیار اومد خو اویدوم بسیار شده خواه ما 1 تن ایسا تیار کرده موندگی 1 تن ایسا از ویسکوی سری اتوار جوشون دید اکنون یک سوال دیگر بعدی برگو میریزد برگ میزنید نوبریده هم خیلی میزنید نوبریده میزنیم بعد زمستان ده و درون و همشه وای میکند کسایی که اساسا کسال اویدوم ده کسال اویدوم جل زدن با تو که شور زدن میلدیو هسته میلدیو همین بهار سر بار شد و کم وای خضر نمیکند میلدیو یا ضررش بسیار کمه کدومی که همین میلدیو کسال جایهایی که زه آب بسیار میشد نزدیک زمین و بالاتر می شود همین زمین رو من دیدگیم رحمت اکنون درباره اوزوقه گپ زنیم اوزوقه چی میته در ریشه‌اش ما بعدی ما های دکبر نیتر امافوس میپرتویم نیتر امافوس هر یک بیخته چند قدر یک گفترش به 10-15-20 حالته میپرتویم 20 حالته تونم 1 تونه 1 هکتار ده 1 تونه همین خاطر چقدر دیر میچینی بسیارتر میشه چخیل در گوجهش میپرتوید یک نشون که همین گندو باری پول میشه گندو باری برای که این ریشه‌اش علاقه هیچ اومدگی همینجا ریشه هست پول میشه علاقه همین ریشه همین چند متر رفتگی است ریشه همین گفتن نمیشه مود وای دیخونم میگه که همین نوده چقدر باشد همین قدر رشته داره نوده چقدر دراز باشد تگش هم قدر یک چیز هست همین به باشد اینجا رشته آذوقه گیرنده نیست همش همینجور طرف بله اینجا میقپد برای قپیدن آذوقه جبنده یعنی جبنده نوک چلیکوی همین ریشه جبنده میگن اینجا اومدگی همچون گندم میچوشید و جوف میکنید بعد پارو میتیم پارو چند میپرتوید چقدر باشه ضرر نداره قطعی هم فوس یک جای میپرتوید یک کمازی داده یک کمازی 1 هکتار ده قطعی همون امافوس یک جای میپرتوید نه و امافوس وای اول پرتوفتیم بعد پارو را پرتوفتیم و شودگار کردیم یک شودگار کردیدن دو شودگار نه یک بار شودگار میکنید روبروی هم پرتوفته شودگار کردید امافوس یا نیتر امافوس نیتر امافوس بود نیتر امافوس کالی داده کالی هم الهیده کی دادید گفترش به 150 کیلو 100 کیلو یا همین هلده وای همین گندم برو چوشیدید همین 150 کیلوش کم میشه 3 خالته روی زمین پرتوفتید بعد چه تگ زمین کردید و پیش از شودگار کرده همش پرتوفتید و شکای میتید کالیا و بهار ده بعد بریدیم کم تا امسال دیر پرتوفتیم ممکن بر وقتتر هم پرتوفته میشد کدوم فوریال مارد با نه مارد اپریل بود اپریل با کالی پرتوفته شودگار کردن در کار
وقتر تیاتر ضرر نمیکند کلی همین که وای دارد که همین چشما هست کو انا مثلا چه مروز خونیک با قوتش مثلا همین چشما 17 باشد یا 19 20 بهم تو باور میکند همین فایده داره بعد جویا میگیرید آب چند مرتبه میته در یک سال هم هیچ بیشتر نمیتونم برای چی که همین اگر چقدر هوا گرم بود بسیار تا 3 بار 4 بار در یک ماه بعضی زمینو با 2 بار بعضی زمینو با 5 بار هم میتیاد در یک ماه نه یک سال ده زمینایی که شما گفتم که زمینای ما همه جوی هر خیلی همین زمین اگر تکنیکش او طرف اگر تکنیکش طور نمیبید انا چند بچه شنوندگی اینجا با شهونه 6 به 6 همین انگور نغز داد یک تنه درخت با چند کیلو موندگی ولی من گفتم شما بازار 50 کیلو 100 کیلو مونده یک دوستمی فروختن چه همین 100 کیلو مونده 100 کیلو میمونه خودش ما همین استادیم حاصل همین چنین معلوم میشه کمتر دور میرود اینا ببینید اینا هم دوران عزیز کدامی که میخواست انگور پروری کند من قریبی که همه سوالات دادم ویدیو روی کرده بودم در تا هست شما وقتی که باز انگور بست حاصلش یک چند فایزش کنده میپرتوید درست؟ چند فایزش کدام وقت؟ بعضی نخالادا 50 فایز بعد نخالادا 20 فایز 10 فایز چنده میپرتوید کدام وقت؟ انا بعد گل دانش وای میشد کو نخود باریم نهاد باری میشود فاصله معلوم میشود که این بیزیر میشود فاصله این نغز میشود کدام فاصله بیزیر معلوم میشود خوشا معلوم میشود مایده شکنده میپرتوید مایده ش بسیار نه وای اوش نودش مثلا من همین نودش نغزه دوتاش میسته همین نودش مایده مایده نوده یک تاش میمونه یک تاش میگیریم این بعدش نودش قطع بروفته میپرتویم فاصله یکم سورتش میمونیم موندگش میپرد اکی عبدالرحمن جان با شما یک جهان تشکر برای اینقدر مصلحتتون من از شما برای انگور پرورو که میخواهن انگور پروری کنن مصلحت میپرسن هیچ که نمیگوید شما رحمتی کلام به شما عبدالرحمن اکا یک جهان تشکر به شما از شما هم بسیار چیزا ما یاد میگیریم شما تمام همین تاجیکستان میخرید بعد ما نم دانستگی چیزا از شما یاد گرفتید چیزی که تونم صدق سر شما رحمت عبدالرحمن جان خوب جان رحمت